سلام، به چنل هاتی خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه یک مدیتیشن کوتاه و روزانه داشته باشیم که به طور مکرر هر روز در هر ساعتی از شبانه روز، حتی وقتی که از خواب بیدار میشید و میخواید روزتون رو شروع کنید یا در پایان شب که میخواید آماده خواب بشید، میتونید به این مدیتیشن گوش بدید. توی این مدیتیشن برعکس مدیتیشن های قبلی تمرکزمون روی افکار هست. افکاری که به صورت ناخودآگاه در ذهن ما شکل میگیرن. و بابتشون هیچ تصویرسازی یا هیچ سرکوب و شوقی وجود نداره. نه ازشون خوشحال میشیم و نه نسبت بهشون ناراحت میشیم. فقط اونها رو مشاهده میکنیم. پس لطفاً در جای آروم و ساکت قرار بگیرید. میتونید دراز بکشید یا بنشینید. همراه با من یک نفس عمیق و کامل داشته باشید. 4 شماره دم، 4 شماره حبس و 6 شماره بازدم. دم 1 2 3 4 حبس 1 2 3 4 و بازدم 1 2 3 4 5 6. و چند نفس عمیق بدون اینکه نیاز به حبس داشته باشه با هم دیگه نفس میکشیم. دم و نفس بعدی مجدداً با شمارش همراهه. دم 1 2 3 4 بازدم 1 2 3 4 5 6. همونطور که چشمات رو بستی و نفست رو آروم کردی، بدون اینکه هیچ دخالتی در تنفست داشته باشی، بدون اینکه بخوای دم و بازدمت رو کنترل کنی، ذهنت رو هم به همین صورت قرار بده. بدون اینکه بخوای افکارت رو کنترل کنی یا برچسب خوب و غلط روشون بزنی،
لطفاً در سکوت فقط به افکارت خیره بشو. اجازه بده بیان و برن. خودتو غرق افکار نکن. نه ناراحت بشو و نه شاد. فقط ملاحظه‌شون کن و ببین که چطور میان و میرن بدون اینکه تو هیچ نقشی در حضورشون داشته باشی. خودت فکر نساز. بذار این افکار از ناخودآگاهت بیان و بدون اینکه بهشون توجه داشته باشی از جلوی چشمات برن تا ظرف وجودیت رو از افکار اضافه خالی کنی. یک بار دیگه نفس عمیق بکش و خودت رو به افکار بسپار. دم هر وقت احساس کردی که غرق افکارت شدی لطفاً افکار رو رها کن و فقط مشاهدهشون کن. اگه نتونستی افکارت رو فقط مشاهده کنی و مدام خودت هم غرق افکار شدی هیچ اشکالی نداره. اصلاً خودتو سرزنش نکن. این مدیتیشن رو میتونی به صورت روزانه انجام بدی تا بتونی بین خودت و افکارت فاصله بندازی که این تو باشی که ذهنت رو کنترل میکنه و نه ذهن تو رو. هر وقت که آماده بودی میتونی یکم بدنت رو تکون بدی و خیلی
خیلی آروم چشمات رو باز کنی. این مدیتیشن یک مدیتیشن روزانه است که تقدیم به تو شده. لطفاً هر زمان که احساس کردی ذهنتو نمیتونی کنترل کنی یا یه روز سخت رو پشت سر گذروندی، برگرد و این مدیتیشن رو انجام بده. اگه دوست داشتی لایک کن و چنل ما رو سابسکرایب داشته باش. ناماسته روح عزیز.